حضرت ذوالقرنین که ما و شما اسکندر میگوییم، اسکندر مکدونی هم میگویم، حضرت اسکندر درباره پیغمبرش اختلاف است، اما یکی از دوستهای خدا بود، یکی از عزیزهای خدا بود، در دین خدا بسیار خدمت کرد، تمام روی زمین غلبه کرد و یعنی همه را دعوت کرد به سوی خدا پرستی. یک حکایت میکنن مفسرین از حضرت اسکندر، میگن اسکندر وقتی که تمام دنیا را از خود کرد، روزی به خود نازی، به خود افتخار کرد، البته را تکبری نکرد، اما کمی در دل اون میل چی پیدا شد؟ افتخار، فخر کردن که دنیا همه در تصرف و در تحت دست من است، دنیا همه من نگاه می، من پادشاه دنیا شده ام. عزیزای خدا می فرمایند که این فعلش در خداوند خوش نآمد، از این کار کرد که یعنی کمی میل کرد که اینقدر دنیا را من در تحت اختیار خود دارم، از این کارش خدا را خوش نآمد. رب العالمین میگه یکی از ملائکه ها را به صورت انسان فرستاد، گفت برای به سوی ذوالقرنین، به سوی اسکندر خبر کن که این کار کرده ساده است، کار خوبی نیست، دعوای پادشاهی عالم نکن، این عالم صاحب داره، عالم احتیاج به پادشاه نداره، همه پادشاه های دنیا آخر از دنیا می روند. به دنیا دل مبند ای یار که دنیا زار می ماند، همه کس می رود یک خالق جبار می ماند. میگه این ملائکه به صورت انسان آمد، راهی که حضرت اسکندر میگه هر روزه گذشت داشت، حضرت میگه به شهر دعوت کردن همچون مهمانی. وقتی میگه این ملائکه به جسم و صورت انسان در سر راه، در بین راه میگه یک جای گرمی بالا یک سنگ نشست. حضرت اسکندر بسیار عادل بود، ذوالقرنین دید که یک پیرمرد در بالای یک سنگ در گرمی آفتاب نشسته است. حضرت آهسته آهسته نزدش آمد و ای پدر بزرگوار، ای پیرمرد، ای موسفید، شما در این گرمی در بالای سنگ نشسته، یگان مشکلی داره، یگان حاجت، یگان وزبینی به بالای شما را آمده است؟ این ملائکه میگه به سوی حضرت اسکندر گفت نه، یگان حاجتی ندارم، من یک مردی مسافر هستم، کمی اینجا دم میگیرم پس سفر رو میشوم، کمی اینجا میایستم که از سفر ما دوام میدهم. حضرت اسکندر گذشت رفت، اون شهر دعوتش کردن، 2 روز در او جمع، 2 روز پس میگه بازگشت کرد، آمد دید که همون پیرمرد در همون جای نشسته بود، نشسته است، از جاش نجنبیده است، جای نرفته است. بعد از آن میگه حضرت نزدش آمد، او پدر گفت ای پیرمرد، ای موسفی، یک انسان به عذر، به درد و به بلا 2 روز در یک جا نمیشینه، تو چی کمبودی داره، چی یعنی نارسایی داره، چی حاجت داری؟ حاجت برای من بگو، من پادشاه عالم همه در اختیار من است. ذوالقرنین فهمیدی؟ اسکندر فهمیدی؟ من اسکندر هستم، پادشاه دنیا هستم. این ملائکه بعد از آن بسوش گفت تو پادشاه دنیا هستی؟ گفت بله پادشاه دنیا هستم. وقتی پادشاه دنیا باشه، گفت من سال رفته شدم، مسافر شدم، در همین بالای سنگ همین گرمی نشسته هستم، همین پشه ها من غم میدهند، همین پشه ها را بگو غم نتیان، همین که خدمت که فرزندم گفت پسرم، همین که خدمت که پشه ها من غم نتیان. حضرت اسکندر میگه وجود چه لرزه فرا گرفت، فهمید که چی سیر چه حکمتی هست. بعد از آن گفت پدر بزرگوار، گفت تو میدانی که یگان پشه گپ انسان نمیگیره، و چی خاطری سخن برای من گفتی؟ گفت فرزندم، گفت تو دعوا کردی که پادشاه عالم هستم، وقتی پادشاه عالم باشه باید پشه از همه میده ترین موجودات است، باید تو را اطاعت کنه، گوش کنه. وقتی پشه تو را گوش نمیکنه، تو چخیل دعوای پادشاهی میکنی؟ حضرت میگه 2 زانو در پیش پیرمرد به زانو زد، گفت پدر بزرگوار راست شو بگو، سخنهای تو اصل داره. گفت بله فرزندم، من ملائکه است، نماینده خداوند، این دعوا را نکن. میل تکبری نداشت، میل خودبینی نداشته باش. عالم به چنان صاحب اداره که پشه هم گوشش میکنه، مرچه هم گوشش میکنه، تمام مخلوقات و موجودات دنیا
در اطاعت او هستند. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه از الله هست. ولله جنود السماوات و الارض، همه موجودات های دنیا و یعنی زمین و آسمان همه چی هستند؟ اینها اطاعتگر و مطیع پروردگار هستند. به این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار باید که میل به سوی کبر و غرور نداشته باشیم، چون که کبر و غرور در شریعت اسلام حکمش حرام است.